الله تعالی فرائض رو قرار داده، فرائض رو ضایع نکنید، فرائض رو ضایع نکنید. در ماه رمضان پایبند نماز قیام بودیم، نماز تراویح بودیم، تمام نشد قضیه. عبادت الله تعالی ادامه داره. وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. ای پیامبر صلی الله علیه و سلم، پروردگار تو عبادت بکن تا زمانی که موت سراغت میاد. نماز فرض عظیمی که الله بر گردن ما نهاده، اینو پایبند باشیم. اتمام رمضان معنیش این نیست که نماز تمام شد، قرآن تمام شد، عبادت الله تعالی باقی هست. پایبندی بر فرائض، وقتی که میگیم فهم صحیح از دین داشته باشیم، این هست که ما بر مستحبات آنچنان اهمیت میدیم که فرائض از دست میدیم. شخص نماز صبح نمیاد، نماز جماعت رو اهمیت نمیده، ولی نماز تراویح ازش فوت بشه خیلی احساس گناه میکنه. این عدم فهم صحیح از دین هست. فهم صحیح اینه که تو پایبند فرائض باشی، اون مستحبی هست، سنتی هست، انجام دادی اجر میبری، انجام ندادی گناهکار نیستی.